شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، به سازمان ملل متحد گزارش داده که تظاهرات مسالمت‌آمیز گروهی از ایرانیان در شهر اهواز در جنوب غرب ایران از سوی نیروهای دولتی به شدت سرکوب شده است. تظاهرات معترضین روز 25 فروردین ماه آغاز شده، اما بر اساس گزارش خانم عبادی تا چند روز درگیری‌های کوچک و پراکنده‌ای در اهواز ادامه داشته و در جریان آن بیش از 12 نفر کشته، 20 نفر زخمی و 10 نفر بازداشت شدند. خانم عبادی در نامه به سازمان ملل متحد هشدار داده که احتمال بروز یک ناآرامی گسترده در این منطقه وجود دارد. در گفتگویی با یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده، روزنامه‌نگار و آشنا به مسائل اقلیت‌های قومی، درباره جزئیات ناآرامی‌های اخیر در خوزستان پرسیدم. اولا من راجع به صحبت‌های در واقع همکار من در کانون نویسندگان خانم عبادی رو تصحیح بکنم. اینکه اینها عرب زبان نیستند. ایشون گفته عرب زبانند. اینها عرب ایرانی هستند، مردم عرب اهواز یا خوزستان هستند، عرب زبان نیستند، یعنی لور یا فارس نبودند که عرب شدند، اینها عرب ایرانی هستند. این یکی. دوم اینکه اینها سنی نیستند، اکثریت مردم عرب اهواز یا خوزستان شیعه هستند. یک جریان سنی گرایی الان در اونجا در حال رشد و نمو هست، ولی اکثریت حداقل 95% مردم عرب استان شیعه هستند. و اما اینکه بله، اینها از عصر پنجشنبه 25 فروردین شروع شد این ناآرامی ها و تا دیشب هم ادامه داشته. حدود 70 نفر را دیروز در شهر فلاحیه شادگان دستگیر کردند. دستگیری ها خودسرانه داره انجام میشه. این یک لشکر در واقع اشغالگر با مردم عرب داره رفتار میشه. در حمیدیه 10 نفر را دستگیر کردند، 2 نفر کشته شده. در اهواز حدود 10 نفر کشته شدند. داماری که خانم عبادی دادن 12 نفر کشته است، ولی خبرهایی که ما داریم حدود 15 نفر از مردم عرب به خاطر اینکه میخواستن تظاهرات مسالمت‌آمیز بکنن، میخواستن صداشون را به گوش هموطنان خودشون برسونن که چه ظلمی برشون میشه، چه تبعیض نژادی برشون میشه، با آتش و آهن بسیجی ها و نیروهای امنیتی با اونا برخورد کردند. کل قضیه اینه. دلیل یا دلایل این ناآرامی هایی که الان شدت گرفته و یا اصلا دوباره شروع شده چه هست؟ ببینید، یه سری دلایل ساختاری هست برای در واقع شورش های هر از گاه مردم عرب اهواز، که من اینجا اهواز را در مقابل خوزستان میگیرم، که در واقع باز میگرده به چیزی که من اسمش را ستم ملی میگذارم. ستم دوگانه‌ای که بر ملیت‌های غیر فارس در ایران وارد میشه و از جمله بر عرب‌ها. این ستم ملی خب در مورد کردها، بلوچ‌ها و ترک‌ها هم هست، ولی در مورد عرب‌ها چیزی که بهش اضافه میشه تبعیض نژادی هست که نسبت به عرب‌ها انجام میشه. یعنی ما توی این ستم ملی میبینیم که عرب‌ها که بر روی اقیانوسی از نفت زندگی میکنند، 5-6 میلیون عرب در این استان، از هیچ گونه امکانات برخوردار نیستند. یک کمربند فقر عربی گسترده‌ای در خود شهر اهواز وجود داره که من بارها نسبت به اون هشدار دادم. یک سری حقوقشون را که در قوانین داخلی و قوانین بین‌المللی بهش تصریح شده، اینها را بدن به عنوان یک اقلیت ملی در درون ایران، وگرنه همونجور که خانم عبادی پیش بینی کردن ممکنه باز هم رادیکالیزه بشه و معلوم نیست به کجا بکشه. با توجه که اینها متأثر از تحولات جهان عرب هستند، اشتراک فرهنگی و زبانی دارند، در نتیجه تاثیر میگیرند و همین حقوق را میخوان. گرچه قبلا هم خواستار این حقوق هم بودن، در 2005 هم یک بار تظاهرات مسالمت‌آمیز کردند که 15 نفر کشته شدند و 10 نفر زخمی و 100 نفر دستگیر شده داشتند. گفتگویی بود با یوسف عزیزی بنی طرف درباره ناآرامی‌های اخیر در اهواز.